لا 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 بخواب مادر بخواب. لا 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 لا. این بچه هم نمیدونم چرا از امروز صبح تا الان انقدر کسله. زهرا مادر جون یه چایی برای بابات بریز بیار. دستت در نکنه بابا. با اینکه من از صبح تا غروب توی شرکت این همه چای میدم، ولی چای زهرا خانم یه مزه دیگه میده. زهرا جان قندون نیاورده. خب این همه قند اینا مال محسده، مال مردمه، پیش ما امانته. پاشو از تو قابلمه 2 تا تیکه نبات بردار. مگه قند خونه تمام شده؟ 2-3 روز سراغ این دریانی میرم، میگه اعلان کردن اما ما نیاوردیم. اون ولش کن، اون با رادیو اخبار کار نداره. اون هر موقع دوست داشته باشه اعلام میکنه. شما گپانه را بذارید بیرون، من فردا از فروشگاه میگیرم میارم. همونجا زیر گلیمه. چی مادر چی؟ فردا یه سری به این فروشگاه ادارتون بزن، شیر بچه تمام شده براش یا قوطی شیر بخر. نگران نباش. زن رحم آقا دیسک کمر داشت، رفت عمل کرد بدتر شد. میگن دیسک کمر نباید عمل کرد، باید باش مدارا کرد. یعنی میگی چی کار کنم؟ دست به سیاه سفیدم نزنم. خب دکتر گدلان کرده دیگه. شما کار نکنید، هر کاری باشه من و بچه ها هستیم انجام میدیم. ولی کوکب خانم میگفت خواهرشو بردن عمل کردن، الان خوب شده. شما این فکر عمل از مغزتون بیرون کنید. من نمیخوام شما ناقص بشه بیافته توی خونه. انشالله اضافه کارم که بگیرم یه خونه اجاره میکنم که پله نداشته باشه. ای پله ها را بری بالا بیای پایین. من یکی از دوستانم با همکار من تو شرکت با هم هستیم، هر موقع که مریض بشه اصلا به دکتر نمیره، تمام از این داروهای گیاه استفاده میکنه. همیشه هم از این داروهای گیاه راضیه. میگه داروی گیاه بخورم خوب میشم. چی بگم؟